شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. وزارت کارهای داخل آماده است هر گونه گردهمایی‌ها را با زور سلاح زود پراکنده کند. پزشکان تاجیک در یمن در بند شدند. یک تاجیک جوان جنگجوی از راه سوریه برگشت. اصول نوی اجباراً خارج کردن اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. آیا تاجیکستان در دومین 10 ساله آب سیراب خواهد شد؟ وزارت عدلیه می‌خواهد نامگذاری تاجیکی را سر و سامان دهد. بازداشت و آزادی سردار جمعیت تاجیکان روسیه کرامت شریپوف. نیروهای داخلی وزارت امور داخلی تاجیکستان در آزمایش که 11 اپریل برگزار شد، نبرد با گروه‌های هراس‌افکن را شبیه سازی کردند. وزیر امور داخلی از جمله افزود تاجیکستان آماده است با همه گونه گروه‌های افراطی مقابله کند. با گفته وی این خطرها نه تنها تاجیکستان بلکه تمام جهان را فرا گرفته است. وی همچنین گفت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نظر دارد با وزارت امور داخلی چین در ماه ایون سال جاری آزمایش برگزار کند. همزمان مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند در دعوت موسمی امسال به خدمت تعداد آنهایی که میخواهند در صف نیروهای داخلی خدمت کنند افزایش یافته است. دلیل آن را مسئولان این نهاد شرایط خوب خدمت و در آینده پیدا کردن امتیاز برای کار در این مقامات دانستند. 9 طبیب تاجیکی که چند سال قبل توسط یک شرکت روسی برای کار به یمن رفته بودند میگویند 2 روز باز در فرودگاه شهر صنعا انتظار هواپیماهای روسیه هستند تا هرچه زودتر آنها را از این کشور عربی بیرون ببرد. عربستان سعودی روز 11 اپریل اجازه نداد تا 2 هواپیماهای روسیه در صنعا پایتخت یمن فرود آید. مقامات روسیه میگوید این هواپیماها را قرار بود شهروندان این کشور و اینچنین تعدادی از طبیبان تاجیک را از یمن برون آورند. خبرگزاری تاس هم نوشته است که بنا به اطلاع منابع آنها هواپیماهای روسیه مجبور شدند روز شنبه به قاهره پایتخت مصر برگردند. دادگاه ناحیه شهر توس پرویز نبیف یک ساکن جوان این ناحیه را که در راه به سوی سوریه بود ولی از ترکیه پشیمان شده برگشته است آزاد کردند. پرویز را از طریق شبکه‌های اجتماعی به جنگ به سوریه دعوت کرده بودند. او به رسانه‌ها گفته است که 50 روز در مسجد امام بخاری تمرین کردم ولی چون راه سوریه را پیش گرفتیم از رفتن خودداری کردم. تقدیر همراهان پرویز که 3 تن از دوستانش که با او بودند معلوم نیست آیا به سوریه رفتن یا نه. پرویز نبیف طبق ماده 401 بند 3 بنابر سبب از راه گشتنش دادگاه او را از تالار محاکمه آزاد کرده است. جوانانی که تمرین دیده هستند و برگشتند به وطن خطر ایجاد نمی کند یا آنها زیر نظارت امنیت هستند. در این باره کارشناس مسائل دینی خیرالدین عبدالله چنین گفت: وقتی که اولا که از اونجا بر نمیگردن برنامه داعش همون است که باید اونها خودشون اونها رو قتل کنن. دوم اینکه اگرم گشت برگشت پس یا خوب فهمید خوب درک کرد آمد توبه کرد از سر دنبال دانش و فرهنگ خود میگردد. لیکن این خیلی بعید میدانم خیلی دور میدانم که جوانی از اونجا برگردد و اولش بیاید به عقیده اهل اصلی ذاتی ملتی فرهنگی خودش برگرده. این کار من بعید میدونم چون که طول ذهن اونها رو خیلی رسوا کردن. فقط یک راه است که از اونجا که آمدن اونها در زندان باید شینن در اونجا تربیت یابند توی ذهن اونها تازه کرده شود بعد بر جامعه پرداخته شود. باز میبینیم که در ترکیه چقدر تاجیکا رفتند و هر کدامی که از تاجیکان رفتند از تاجیکستان کم بودند. به شمار است میتونیم مطمئن بودیم در این سخن که قریب که نبود از تاجیکستان کسی نرفته است از خود تاجیکستان پرواز کرده باشه از سوریه. اینا همه یک لانه برای داعش مسکو شد. بعد انتخابات پارلمانی تاجیکستان که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از کرسی وکیل محروم گشت، سر و صداهای بستن حزب و اجباراً خارج کردن اعضایان حزب زیاد گردید. بخش ناحیه مسکو دستگاهی حزب سیاسی داشتیم اویدی یعنی که برنامه‌های کاریمون
بعد تمام شدن این برنامه‌های کاری ما ساعتی تقریبا 11 تا 12 از دستگاه خارج شدیم که بعد رفتن من 2 ماشین آمد 3 نفره با مولای اسمت الله تکرارا سید بکف مولا سید شریفه و هادیه سید جانه به شکل اجباری و شعبه کمیته امنیت ناحیه نشان دارن. اونجا برده در کابینت های الهیده یعنی حجره های الهیده هر سر دستهاشون به شکل همون شکنجی معمولی سید بکف مولا سید شریف بسته و سید شریف مولا سید شریف ها تکرارا برای دیر اومدن از دعوت شفایی آنها بهانه کرده. این باز هم تکرارا شپلاق و مشت چی قطعی چی میکنن ضرب میکنن و اون 2 نفره که دیدن یعنی که نو دعوت شدگی بودن مولا اسمت الله و حدیث سید جان رو خوب ضرب و لط کرده و حدیث سید جان تا جای لط کوب میکنه که اون شخص هم مجبور میشه بیچاره از حزب رسمی نصر اسلامی دست کشه و اون 2 نفره که از حزب با شکنجه با ضرب خارج شدن آنها رو بعد 4 ساعت رها میکند و اون شخصیتی که یعنی که با مولای اسمت الله رو ما از روی گفته‌های حدیث اقتباس آوردیم که من تا امروز با مولای اسمت الله نمیتونم دیدن از روی اقتباسی یعنی که سخنان تقریبا حدیث یعنی که سید جان اون برادر ما با مولای اسمت الله رد میکند که من از حزب نهضت اسلام هیچگاه خارج نخواهم شد و اون برنامه که شما دارید در نزد نوار بدگویی نسبتی حزب سیاسی رسمی حزب من قبول نخواهم کرد. اون شخصی تقریبا دامنی 60 ساله را ریشش تراشیده، ریش سفید دارد مسفید، ریش تراشیده او را ضرب و لط دشنام داده 5 سوتکه با فشار همین امنیت سانسیای سودی میتیم. این 5 سوتکه هنوز و امروز دومین روز است که سپری میشود با مولا اسمت الله در شعبه کارهای داخلی انتقال شده است که در آنجا ادای همون حکم یعنی ظالمانه این سود امروز را میتیم. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما میکنیم. در ولایت سوخت ساختمان پلی که تاجیکستان و قرغیزستان را میپیوندد در حال انجام است. درازی پل 28 متر برش 2 متر است. پشتیبانی مالی ساختمان این پل صلیب سرخ می باشد. قشن‌های مدافع هوایی کیهانی روسیه گروه ماهواره سنی یا خود سپوتنیک را افشا کرده است که زیر نقاب پرتاب‌های کیهانی قلمروی روسیه نظارت می‌کردند. مجمع‌های روسیه که در نارک تاجیکستان ولایت مسکو قرار دارند امکان دادند که تمام فضای کیهانی اطراف زمین تحت نظارت کامل باشد. بر اثر درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغانستان با گروه طالبان در ولاسولی جرم ولایت بدخشان 10 نفر کشته شدند که اکثرشان از تاجیکستان هستند. آستانه می‌خواهد برای ضرردیدگان آفت طبیعی در ناحیه‌های تاجیکستان کمک بشردوستانه کند. حکومت قزاقستان عزم دارد بیش از 400 تن آرد، روغن، محصولات گوشتی، خیمه‌ها و دیگر محصولات نیازی اولیه برای ضرردیدگان از آفت طبیعی در قلمرو تاجیکستان برساند. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در 7مین همایش جهانی در مسئله آب که 12 اپریل در کره جنوبی آغاز یافت، پیشنهاد کرد که 10 ساله دیگری بین المللی آب اعلان شود. سال 2005 از سوی سازمان ملل متحد 10 ساله اول آب برای حیات اعلان شده. در پی آن در تاجیکستان سال آب تازه و همایش بین المللی برگزار شده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است که 10 ساله دوم بین المللی آب به خاطر رشد استوار نامد. امامعلی رحمان در کره جنوبی از 600 میلیون دلار زیان سیل در 5 سال گذشته به اهالی کشور نیازی یادآوری کرد. از با سرعت آب شدن پریخان از نگرانی نموده است. تاجیکستان از روی ذخیره آب
بر سر اهالی در جهان یکی از جایهای نمایان را اشغال می نماید. در قلمرو کشور تقریبا 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی تشکل می یابند. اما انفراستراکچور نه چندان مترقی و منبع‌های محدود مالیوی امکان نمی‌دهد که ذخیره‌های موجوده آب به اندازه پوره با منفعت رشد اقتصادی کشور استفاده کرده شد. صرف نظر از ذخیره‌های کافی آب امروز فقط تقریباً 57% اهالی مملکت با منبع‌های بی‌خطر آب نوشاکی و قریب 30% آن با شرایط خوب سانیتری دسترسی دارد. وزارت عدلیه تاجیکستان با پیشنهاد تغییر الائه‌ها به قانون ثبت احوال شهروندان می‌خواهد نامگذاری افراد را در کشور به تنظیم آورد. پیشنهاد این نهاد گذاشتن نام‌ها به فرهنگ ملی بیگانه، نام اشیا، محصولات، حیوانات و پرندگان، اینچنین نام‌هایی که شأن و شرف انسان را پس می‌زند و آدمان را به طبقه‌ها جدا می‌نماید منع شود. مثلا به نام‌های شخص همراه کردن تخلص‌های مولا، خلیفه، توره، خوجه، خواجه، شیخ، ولی، آخوند، امیر، صوفی و با مانند اینها باعث تفریق اندازی آدمان می‌گردد منع کرده است. البته همه پسندهای نسبساز قدیمه خود را برقرار کردن در کار، لیکن همه طرحهای اینقدر مشکل‌گویش را انتخاب کردن لازم نیست. با یک بارگی اینا تغییر دادن ممکن نیست، چونکه یک قسم آدمان البته سن سالشان کلان، اونها حجت‌های بسیاری دارند. همه آن حجت‌ها را تغییر دادن امکان ناپذیر. خودم در همین وضعیت هستم. من چند تا دیپلم دارم. همه این دیپلم ها را باز از سر ما به این نام و نسب ما برگرداندن کاری آسان نیست. اما برای جوانان، کودکان نوزاد حجت ها را با همین اصول قدیمه تاجیکی نام و نسب را گرفتن ممکن. کرامت شریپов سردار جمعیت تاجیکان روسیه روز 11 اپریل وقتی از سفر هفته‌ای خود از تاجیکستان برگشته بود بازداشت شد و بعد چند ساعت رها کرده شد. سبب بازداشت و دیگر سبب‌ها را از زبان خود او مفصل‌تر می‌شنویم. این دومین تفتیشات است، چون ماه اکتبر 29 اکتبر 2014 این کارمندان کارهای داخلی علاقه بودن هم در بوستون سرای من، هم در خانه من، هم در خود آفیس بود. فکر میکنم که خطاگی بزرگی ما در آن است که ما در یکی از پرابلم‌های اساسی برداشتن مبدل نمودن تاجیک به غلام در خود روسیه اساسا در بازارهای مسکو و حقوق انسانیان از طرف هم شهروندان تاجیکستان و هم قسمی رهبریت کارمندان هر یک سترکتوری روسیه پایمال نمودن بود و سبب اون که دیگرش به ما معلوم شد گویا که در اینجا شهروندان تاجیک مراجعت میکنن و در حقیقت هم هست، این پنهان نیست که آنها را با راههای میگراتسی شما برای خط میگیرین. حالا که برای خط گیرن خود از طرف فدرال میگراسیونی است، از طرف خدمات میگراسیونی روسیه میشود و در اساس پیشنهادهای فیرمایی که در روسیه هستند از روی قانون حرکت میکنن و تحت نظارت حکومت روسیه است. این شهروندان از روی قانون موافق جایی که آنها پیشنهاد کرده میشن، جای временной регистрации که последующей регистрации пребывания в России، آنها با یاردمی волонтери کارمندان волонтери نزد جنبش به این کمیته هایی که خدمات های روسیه روی خط چنین شهروندان پیشنهاد میشن که در روی قد گرفته شد. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان باد.